نام خدا. با سلام دوستان، پیوندک جمع آوری شد در خواب عمیق. امروز اول اردیبهشت ماه هستیم، 404. درخت 4 روز قبل برش خورده، باز دوباره یکم شیرابه داره. شیرابه خون رگ گیان باید باشش. شاخه پوینتر که ما حذف کنیم شیرابه دیگه نمیده. قریب برش میدیم. کمی بغل لایه‌های کامبیوم و پوست رو جدا میکنیم. پیوند رو جاگذاری میکنیم. روش جاگذاری پیوند، پای خوب باید پوست بده. ببینید به راحتی پوست بر جدا بشه. پیوندک جاگذاری میشه. یه دونه میخ برای محکم شدن پایه پیوندک. دیگه تکون نمیخوره تا انشالله جوش کنه. برای بستن پیوندک از نوار لاتکس استفاده میکنیم و مقطع محل پینه کشیدن کالوزبندی و ما اگر تاریکش بکنیم جای تاریک بهتر پینه میبنده. اگر حدس میزنیم که شیرابه زیاد باشه بیاد بالا، به وسیله پوشک بچه چیزی میذاریم تا انشالله شیرابه ها رو تخلیه کنه. بعد از بستن پیوند و کیوم شدن که اصلا کامل هوا نکشه پیوند ما، با نوار پارافین حفظ رطوبت میکنیم. رنگ سفید پلاستیک برای محافظت از پارافین که ذوب نشه تو گرما. دوستان نکته رو رعایت بفرمایید. تو ارتفاعاتی که ما دوره رشد کوتاهی داریم، الان اول اردیبهشت، 2 روز قبل اینجا رو درختای اینجا سرمای بهار از بین برد. برای جاهایی که سرمای بهاره داریم ارقامی مثل فرنو رو کار میکنیم با گردافشانی رقم رند در بین درختایی که پیوند میشن. مثال 50 درخت اینجا پیوند شده. در مرکز باغ ما میتونیم یه دونه گردافشان کار بکنیم که انشالله بتونه کامل گردافشانی رو انجام بده. نوار پارافیلم حتما بزنیم، حفظ رطوبت میکنه. چسب میزنیم نوک پیوندک تا شیره پیوندک جدا نشه و روی پیوندک رنگ سفید دوباره میزنیم مجدد تا بزن. روی پیوندک رنگ سفید میزنیم تا محافظت کنه در مقابل نور خورشید و حشرات. پرنده ها و زنبورها هم عاشق پارافیلم هستن، پارافیلم رو میان میجوان. خب تمام، انشالله دیگه ما کاری به این نداریم. هیچ کار خاصی نیاز نیست براش انجام بدیم تا ای که پیوند ما بیاد یه 10 سانتی پیوند ما رشد کنه. بعد از اینکه رشد کنه باید دور چسب‌ها رو باز کنیم تا و چسب هرس بزنیم و یه قیوم حتما در کنارش ما نصب میکنیم تا انشالله بتونه از پیونده که ما محافظت کنه و پیوند ما کنده نشه.